میگن دوم قرنتیان از بین تمام نامه ها شخصی ترین نامه است و پولس رسول دلش رو باز میکنه و اینو از بعضیاتون خب شنیدم. انگار یه چیزایی پیش اومده که باعث میشه پولس رسول در مورد وضعیت و شرایطی که توشه عمیقاً صحبت کنه. خب میخوام برای شروع کمی درباره پیشینه صحبت کنم. شاید متوجه شدین که در مورد نامه ها و در مورد دیدارهای مختلف و تمام این چیزها در واقع صحبت میکنه. نمیدونم متوجه شدین که تو کتاب اعمال 2 بازدید به قرنتوس داشتیم؟ متوجه شدین؟ اما اونجا تو آخر نامه در مورد 3 بازدید صحبت میکنه. برای 3 بار به دیدنتون میام. به محض اینکه اینو میخونین، چون شما دانشجوهای خوب SPS هستین، تعجب میکنین چطور ممکنه؟ میدونین چطور ممکنه؟ پس میخوام در مورد این صحبت کنم، چون تأمل در مورد پیشینه واقعاً میتونه تو این نامه بهمون کمک کنه. خیلی چیزا رخ داد که ما تو کتاب اعمال در موردشون نخوندیم. میخونیم که کلیسا بنا شد. پولس 18 ماه اونجا بود. بعد اونجا رو ترک کرد. 2 سفر بشارتیش 3 سفر بشارتیش رو داشت. افسوس رو ترک کرد. طی 3 ماه از چند جا بازدید کرد. بعد هدایا رو به اورشلیم برد. این چیزیه که لوقا به ما میگه. وقتی اول قرنتیان و 2 قرنتیان رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم مسائل بیشتری وجود داره. و صرفاً با مطالعه دقیق نامه ها میتونیم متوجه این مسائل بشیم. مثلا پولس رسول تو باب 1 میگه وقتی تو افسوس بود زیر بار جفای غیرقابل تحملی قرار گرفت. خب دلیل اینکه اینو میگه اینه که این اتفاق افتاده. وقتی اعمال رو میخونین اینو در واقع نمیبینین. میخونین که مشکلاتی بوده. میخونین که نقره فروش ها ناراحت بودن و میخونین که اتفاقات بزرگی اونجا میافتاد. مردم متحول میشدن. اتفاقات شگفت انگیزی رخ میداد، اما در موردش چیزی نمیخونین. البته دلیلش اینه که لوقا تحت الهام روح القدس وقتی اعمال رو مینوشت مطالب 30 ساله رو مینوشت. چطور میشه مطالب 30 ساله رو توی کتاب کوتاه نوشت؟ پس باید خیلی انتخابی عمل میکرد و ما اینو میدونیم. در واقع عمدن مطالب رو انتخاب میکرد. میشه گفت مطابق برنامه و هدف خودش اعمال رو نوشت. پس چیزهای زیادی حذف شده که اساساً باید اینطوری باشه، اما اینجا مسائل بیشتری رو میبینیم. پس میخوام زمانی رو به تأمل در مورد پیشینه اختصاص بدم. من بهش میگم مکاتبات قرنتیان. از ابتدا شروع میکنیم. پس بعضی از اینها ممکنه در واقع مرور باشه. بعد ادامه میدیم و 2 قرنتیان رو بررسی میکنیم. اگه از ابتدا شروع کنیم میدونیم که کلیسا تو سفر بشارتی 2 بنا شد. تاریخ ارائه شده حدوداً 51-52 میلادیه. 18 ماه اونجا موند و بعد به افسوس رفت. شما با این آشنایین. بعد از مطالعه اول قرنتیان میدونین که حتی تو اول قرنتیان نامه‌های مختلفی هست. یادتونه که به نظر میرسه پولس یه نامه‌ای رو قبلا فرستاده بود که در اختیار ما نیست. تو باب 5 بهش اشاره کرده و از قرنتیان خواسته با بی‌عفتان معاشرت نکنین. منظورش مطابق توضیحی که تو باب 5 میده مقدسان بودن. در مورد غیر ایمانداران صحبت نمیکنه. میگه اگه نمیخواین با غیر ایمانداران بی‌عفت معاشرت کنین باید برین کره ما. از دنیا بیرون برین. از این موضوع حمایت نمیکنه. بلکه این در مورد حوزه انضباطی و نفوذ کلیساست. به نظر میرسه که این نامه خاص به طور اشتباه
درک شده یا احتمالاً نادیده گرفته شده یا باهاش در واقع مخالفت کردن. خب میتونه مسائل مختلفی باشه. بعد احتمالاً این اولین نامه‌ای بود که پولس نوشته و در اختیار ما نیست. همونطور که بعداً میبینیم بعضی فکر میکنن بخشی از این نامه ممکنه توی دوم قرنتیان باب 6 باشه. اما به زودی این موضوع رو بررسی میکنیم. پس اولین نامه‌ای که پولس برای اونا فرستاده رو داریم، بعد نامه دیگه‌ای که اونا برای پولس فرستادن رو داریم. دوباره به خاطر مطالعه اول قرنتیان با این آشنا هستین. کلیسا نامه‌ای برای پولس ارسال کرده. احتمالاً به عنوان پاسخشون به نامه پولس بود. شاید سوال میپرسیدن یا شاید باهاش مخالفت میکردن. باهاش مباحثه میکردن. یادتونه که در ابتدا این نگرش رو داشتن که از گروه‌های مختلف طرفداری میکردن. خودشونو متعلق به رسولان مختلف میدونستن. میدونین من به پولس تعلق دارم. من متعلق به آپولوس هستم. صرفاً خودشونو متعلق به رسولان مختلف نمیدونستن، بلکه به احتمال زیاد برای مخالفت با پولس رسول خودشونو متعلق به بعضی از اونا میدونستن. چون وقتی اول قرنتیان رو میخونین این نکته رو میبینین. شاید میخواستن پولس رسول رو کوچیک کنن. اون باید از خودش دفاع میکرد. اینکه با قدرت و اقتدار نیومده بلکه با ضعف اومد تا انجیل رو موعظه کنه. پس شاید براتون این سوال ایجاد بشه که چی تو فکرشون بود؟ اونا درباره ازدواج، غذا و عطایای روحانی سوال کردن. اینا رو از اول قرنتیان میدونیم، چون در خصوص غذای قربانی شده به بت‌ها، در خصوص مسائلی که شما دربارش حرف زدین صحبت میکنه. پس همونطور که گفتم شاید بخشی از لحن این نامه مباحثه با پولس رسول بوده. باهاش مخالفت میکردن. دلیلش اینه که بعضی از قسمت‌های اول قرنتیان ماهیت مجادله آمیز داره. نمیدونم اینو متوجه شدین یا نه. تو باب 4 میگه برای من قضاوت شما، دقت کنید، مهم نیست. اینو تو باب 4 یادتونه؟ تو باب 9 از خودش دفاع میکنه چون از اونا پول نمیگیره و در ابتدای باب 9 یه چیزایی میگه. آیا آزاد نیستم؟ آیا رسول نیستم؟ آیا خداوندمان عیسی را ندیدم؟ آیا شما ثمره کار من در خداوند نیستید؟ حتی اگر برای دیگران رسول نباشم دست کم برای شما هستم، زیرا شما مهر تایید رسالت من در خداوند هستید. من در برابر آنان که درباره من به قضاوت می‌نشینند اینچنین از خود دفاع می‌کنم. پس میدونین چرا باید اینو مینوشت؟ به نظر میرسه که یه شکافی تو این رابطه بود که در حال رشد و توسعه بود. بعد میدونیم که تو افسوس بود و از اهل خانه خلوئه در مورد اختلافات، سوء تفاهم‌ها، مسائل دیگه و رفتار بد در شام خداوند همه این چیزا خبردار شده بود. شاید این چیزا رو از استفاناس، فورتوناتوس و اخائیکوس شنیده بود، چون اونا به ملاقاتش رفته بودن. پس چیزای مختلفی اونجا در جریان بود و همه اینا اول قرنتیان رو تشکیل داده. همه اینا چیزی رو تشکیل داده که بهش میگیم اول قرنتیان، که در واقع دوم قرنتیانه چون دومین نام است. اما ما بهش میگیم اول قرنتیان و پولس به همه این مسائل رسیدگی میکنه. شاید توسط استفاناس، فورتوناتوس و اخائیکوس فرستاده شد چون اونا برگشتن، یا شاید توسط تیموتائوس فرستاده شد. ما نمیدونیم نام رسان کی بوده، ولی نامه فرستاده شد. این در واقع دومین نامش به کلیسا شد. حالا جالبه که در انتهای اول قرنتیان متوجه میشین که برنامه سفرش رو در واقع مشخص میکنه. ظاهراً این تو دوم قرنتیان مشکل ساز میشه.
برنامه سفرش این بود که بعد از افسوس به مقدونیه بره و بعد از مقدونیه به قرنتس بره. یه برنامه مشخصه. اول به مقدونیه میره و بعد به قرنتس و زمانی رو باهاشون سپری میکنه. اما قرار بود تا روز پنتیکاست تو افسوس بمونه و بعد بره. حالا به نظر میرسه که شاید تیموتائوس با نامه اول قرنتیان در واقع به قرنتس رفته. به قرنتس رفته، اونو بهش داده و بعد پیش پولس برگشته و گزارش داده که وضعیت به نوعی بدتر شده. به عبارت دیگه به نامه اول قرنتیان جواب ندادن. رابطه بین رسول و کلیسا تحت فشار بود و اوضاع به خوبی پیش نمی رفت. خب مشکلاتشون اینه. میتونیم از دوم قرنتیان باب 12 ببینیم که گناه در کلیسا با ماهیتی که اونجا در موردش صحبت شده ادامه داشت، اما به خصوص اقتدارش رو همچنان کوچیک میشمردن. حالا یکی از چالش هایی که میبینین پولس به عنوان در واقع رهبر تو دوم قرنتیان باهاش در کشمکشه، رسولی که به رهبری خدمتگزارانه اعتقاد داشت، اینه که چطور به عنوان یه رهبر خادم اقتداری رو که کلیسا نادیده گرفته احیا میکنین. این واقعا یه چالش خیلی بزرگیه. پس اقتدارش رو کوچیک شمرده بودن، احتمالاً توسط یه شخص خاص بود. این شخص تو دوم قرنتیان باب 2 در موردش صحبت شده. اینجا دربارش صحبت میکنه. پس مشکلات واقعا بدتر میشدن. خب بیاین با هم این مراجع رو بررسی کنیم. چون تو اول قرنتیان باب 4 در مورد رابطه کلیسا با معلمان سیار صحبت کرد و اینکه معلمان سیار باید به اونا خدمت کنن، نه اینکه بر اونا اقتدار داشته باشن. این عمده مطالبیه که میگه، به خصوص تو باب 3. تو باب 4 آیه 1 میگه پس همگان باید به ما، یعنی پولس، آپولس و سایر معلمان سیار، پس همگان باید به ما به دیده خادمان مسیح و مباشرانی بنگرند که رازهای خدا به آنان به امانت سپرده شده است. و حال انتظاری که از مباشر می رود این است که امین باشد. پس این برخلاف تصویر رایج دنیاست. ما معلمان سیار رو به عنوان معلمان بزرگ و قدرتمندی نبینیم که میان و بر شما سروری می کنند، بلکه ما رو به عنوان خادم ببینین. ما خادمان خدا هستیم و هر کدوم از ما مباشرانی هستیم برای چیزی که خدا بهمون داده. تو باب 3 میگه بعضی میکارن و بعضی آبیاری میکنن. خب خدا موجب رویش میشه. کسی که میکاره اهمیت نداره و کسی که آبیاری میکنه هم اهمیت نداره. تنها کسی که اهمیت داره خداست که موجب رویش میشه. بقیه ما صرفاً مباشریم. تو آیه 2 میگه ما مباشریم. حال انتظاری که از مباشر میرود این است که امین باشد. آیه 3 اما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. حالا اینجا یه نکته‌ای رو به شما نشون میده که اینجا یه اتفاقاتی در جریانه. اگه نیازی نباشه این جور چیزها رو نمی نویسین. پس اونجا به نوعی در واقع قضاوت میکردن و در ادامه میگه آیه 4 زیرا در خود عیبی نمیبینم، اما این مرا بیگناه نمیسازد، بلکه خداوند است که درباره من قضاوت میکند. آیه 5 پس درباره هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید تا اینکه خداوند بیاید.
پس میتونین ببینین حتی تو چیزی که اول قرنتیان مینامیم به طور پنهانی علیه پولس رسول قضاوت میکردن. به نظر میرسه به جای اینکه تو اول قرنتیان در واقع مشکل رو حل کنن، مشکل بزرگتر شده.